ترکمنستان به خوبی انجام شد. ارسال ساده به میدان ترکمنستان، تنظیم و این هم اسپایک. امتیاز دوباره برای ترکمنستان. ارسال دور جمع شد با وسیله رسول حیدری، تنظیم دور ضربه از عزیر احمد که به تخریب نرفت. ارسال ساده دوباره به میدان افغانستان جمع شد با خوبی با وسیله عادل شاذاکری، تنظیم و چپ سباون وردک. ارسال دور که جمع شد با وسیله بازیکن ترکمنستانی، برگشت به میدان. ارسال ساده به میدان افغانستان جمع شد با وسیله این بازیکن و این هم اسپایک از عزیر احمد و بیرون از میدان. اما امتیاز برای ترکمنستان. ارسال قدرتمند سرویس، دریافت خوب و این هم اسپایک از سبان وردک که جمع شد با خوبی با وسیله بازیکن ترکمنستان از چپ سردیاری. امتیاز برای ترکمنستان. اسپایکرهای چپ و راست ترکمنستان عملکرد خوبی دارند در این مسابقه. نقطه قوت یا امتیازی برای بازیکنان ملی پوش کشور ما میتواند وجود داشته باشد. موجودیت روحیه خوب و ضربه خوب از شاهد بدلون. بخشک و امتیاز برای افغانستان. میتواند یک بحث انسجام مدیریت شده میان بازیکنان موجود در میدان رقابتی افغانستان در این مسابقه باشد. سرویس قرار دارد، ارسال شد، توپگیری موفق از بازیکنان ترکمنستان و این هم اسپایک. جمپ عالی شماره 12 این تیم. اسپایکر شماره 12 تیم ملی ترکمنستان از مهارت‌های خوب. ترکمنستان 7 افغانستان 5. ارسال خوب، دریافت خوب از رسول حیدری، دمادم از شاهد بدلون که توپ ردی دارد به میدان افغانستان و امتیاز برای افغانستان. بله دقیقاً سرویس قدرتمند، دریافت خوب، توپگیری موفق از بازیکنان ترکمنستان و این هم اسپایک از بالای بلاد. بازیکنان شماره 14 و شماره 12 تیم ملی ترکمنستان بازیکنان قدر و پر انرژی هستند. و هر حال جام ملت‌های زون مرکز آسیا راه پیدا کند. خیلی بالا هست شاهد بدلون، یک ضربه کورکی و شیخکی. شاید کلمات ناشایسته باشد اما همگام و همراه با هیجان که از ضربات شایسته بازیکنان ملی پوش کشور صدا بالا می آید مناسب هست. خود شاهد بدلون در خط ضرب سرویس ضربه شد، دریافت خوب، توپ ردی دارد و اینم تنظیم محال توپ و ضربه خوب از سوی بازیکنان ترکمنستان. ملی پوش افغانستان روحیه‌شان را از دست ندهند. تنظیم و اینم اسپایک دوباره ضربه پیاپی برای ترکمنستان های زون مرکز آسیا. دریافت خوب از عزیر احمد، تنظیم دور پاس، ارسال ساده از عزیر احمد، توپگیری ناموفق از بازیکنان افغانستان بود. این هم ضربه زاویه دارد بازیکنان ترکمنستان. ترکمنستان 11 و افغانستان 7. باعث در مقابله با استراتژی عملیاتی بازیکنان تیم ترکمنستان، بازیکنان افغانستان توپگیری خوب داشته باشند و با روحی عمل کنند. بازیکنان تیم ملی ما در مواجهه با تیم سریلانکا و این ستی است که با تیم ترکمنستان هست توپگیری خوبی ندارند. اسپایک جانانه از ترکمنستان اما سوت خطا از سوی داور. یک بسته خوب میان بازیکنان تیم ملی افغانستان وجود ندارد و این همه از یک ضعف کلیدی و اساسی که توپگیری نامطلوب هست شروع میشه. ببینید چقدر ضعیف عمل میکنه در توپگیری سرویس ها. ضربه خوب از هارون نکروز، موفق عمل کردیم باز. آفرین هارون نکروز. امتیاز افغانستان 9 و ترکمنستان 19. اگر توپگیری تیم ملی کشور موفق باشد شوترهای خوبی دارن با حله هاست، اما در توپگیری ضعیف هست. این هم چندین سرویس که دوباره تخریب میکنند، با حالت دور از ترس بازی خوب انجام بدهند. ارسال خوب، توپگیری نسبتا مطلوب از بازیکنان ترکمنستان، ارسال ساده و دور تنظیم از دور نشیده. ضربه خوبی بود به هر حال. باز تنظیم و دمادم از شاهد بدلون. امتیاز آور شد برای افغانستان و در این لحظه با افغانستان 11 هست و ترکمنستان 20. بنگلادش هم در صدر قرار دارد با یک امتیاز تفاوت. اسپایک نشیده افغانستان
ضربه عالی بود هارون. آفرین به هارون. باعث پاس‌های خوب تنظیم شود تا شوت‌های قدرتمند و شایسته همچنان کاریده شود. حواله شد. توپگیری موفق است بازیکنان ترکمنستان. این هم اسپایک متقابل. علیک السلام برادر گرامی، خوب هستید انشاءالله؟ ضربه خوبی بود از شوترها و اسپایکرهای. ضربه خوب سرویس از سوی بازیکنان ترکمنستان. دریافت نامطلوب از عادلشاه زاکری. اولین امتیاز از سوی صحابون وردک برای افغانستان. در سال خوب سرویس دریافت نسبتا مطلوب از این بازیکن. بعد آدم و اسپایک امتیاز آورد برای ترکمنستان از بالای بلاک. استراتژی سه بلاکت بیشتر مؤثر خواهد بود در برابر شوت‌های بازیکنان قدرتمند ترکمنستان و اما مهارت‌های بازیکنان تیم ملی کشور را نباید نادیده گرفت. این بازیکنان قدرت این را دارند که بر حتی بازیکنان تیم ترکمنستان و بنگلادش پایین آیند. جمع آدم از بالای بلاک امتیاز آور برای افغانستان از سوی سید حبیب. علیک السلام و رحمت الله برادر گرامی. ست دوم از بازی میان افغانستان و ترکمنستان هست. ارسال قدرتمند سرویس از سوی رسول ثابت و تور امتیاز برای ترکمنستان. دو مساوی. ست اول از این رقابت را ترکمنستان از آن خود کرد و این هم جریان ست دوم و لحظات آغاز این ست. شماره تیم ترکمنستان پشت سرویس قرار دارد. حواله به بیرون میدان امتیاز برای به هر حال فرصت هست برای بازیکنان تیم ملی کشور و می توانند با رونمایی و با کارگیری مهارت‌های منحصر به فردشان در این ستیز و در این مواجهه عمل کرده مطلوب تری داشته باشند. دریافت خوب توپ داشتن با خوبی تنظیم شده از سوی بازیکنان ترکمنستان. تنظیم پاس ها بایست خوب باشد اما عمران نیازی پاس ها را به خوبی تنظیم نمی کند. پاس ناجور بود. توپ بیرون میدان ثابت کرد. تماس و بلاک را نگرفت. امتیاز برای ترکمنستان. 3 مساوی. شماره 6 ترکمنستان در موقعیت سرویس هست. حواله شد. توپگیری ناموفق. فرصتی که اینجا برای ترکمنستان امتیاز آورد شد. توپگیری ناموفق بزرگترین خلأ بازیکنان تیم ملی کشور هست. برای مواجهه مطلوب و همپا و هم برابر با ترکمنستان بازیکنان تیم ملی کشور در وهله اول باید توپگیریشان را تنظیم بکنند. افتضاح است توپگیری بازیکنان ملی افغانستان. امتیاز برای ترکمنستان. سباون وردک پشت خط سرویس هست. حواله شد و تور سرویس هایی که به تقریب میره پشت سر هم. توپگیری ناموفق از بازیکنان تیم ملی کشور روحیشان خراب کرده و باوری به برد رقابت در مسافت ترکمنستان از آنها گرفته. سباون وردک پاس هم باز ناجور هست. عمران نیازی چی میکنه؟ چرا پاس های خوب تنظیم نمیکنه عمران نیازی و چرا شوترهای افغانستان توپ را به یک گونه مکس و معطل میکنه؟ پشت خط سرویس هست ترکمنستان. ضربه خوب دریافت تنظیم و این هم اسپایک از ملاحظه‌ای که میتونست قدرتمند باشد اما نبود. به هر لحاظ روی روحیه و انرژی بازیکنان تیم ملی افغانستان تاثیرات منفی ایجاد شده. توپگیری ناموفقی که بازیکنان تیم ملی کشور داره و در عین حال سرویس هایی که پشت سر هم خراب میکنه امتیاز را واگذار میکنه به ترکمنستان و این سر روحی بازیکنان تیم ملی کشور تأثیر گذار هست. باز هم سرویس به تخریب رفته. در ست اول که تعداد زیاد از سرویس ها خراب شد در این ست هم همچنان مسئولیت پای سرویس ها به تخریب میره و یک نقصی بزرگ هست. ارسال خوب سرویس این بار توپگیری نسبتا موفق. باز هم باز خوب نیست و بیرون از میدان. اما تماس با بلاک را داور فیصله کرد. امتیاز برای افغانستان.
ما به شدت در انتظاری هستیم که بازیکنان تیم ملی کشور یکم خودشان را دوباره پیدا بکنه و با یک روحی بالاتری روند رقابت‌های جاری را به پیش ببره و موفق عمل کنه. این میگه پاس تنظیم کردن. واقعا که پاسدور تیم ترکمنستان موفق هست و هر گونه توپی که برش فرستاده میشه را تبدیل به پاس‌های خوبی میکنه. نقطه قوت ترکمنستان این هست که برای هر پست دو سه بازیکن ماهر دارد، دو سه سرویس کننده ماهر، دو سه توپگیر ماهر و شوترهای فوق‌العاده در نتیجه. این هم ضربه تازه از شماره 6 ترکمنستان. تیم ملی افغانستان برای رقابت در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی اگر قرار باشد موفق عمل کند باید این رویکرد را در اختیار بگیرد. عمران نیازی ارسال آرام و سنجیده توپگیری موفق از بازیکن ترکمنستان، ارسال و قصد امتیاز آوری و غافلگیرانه‌ای که موفق این بار شد با یک ضربه ساده اما جمع نشد با وسیله عادلشاه ساکری. بازیکنان تیم ملی کشور باعث با تمرکز بهتر عمل بکنند. آنچه که از گذشته عمل کردی بازیکنان تیم ملی افغانستان در رقابت‌های داخل افغانستان پیدا هست، بازیکنان تیم ملی کشور توانایی این را دارند که عملکرد بهتر از این داشته باشند. باز تنظیم پاس و این هم اسپایک از رسول حیدری. عالی بود رسول در این لحظه ای که روحیه بازیکنان تیم ملی کشور افت دارد. ضربات خوب باید کاریده شود در میدان ترکمنستان. خود رسول حیدری در میدان سرویس هست، صادر کرد توپگیری موفق از بازیکنان ترکمنستان و این هم اسپایک با بلاک عزیر احمد اوسفی مهار شد. تنظیم سعودی پاس ارسال ساده سامون و توپگیری موفق از بازیکنان ترکمنستان. تنظیم و دمادمی و قصد غافلگیر جمع شد. عزیر احمد ارسال خوب امتیاز آور از سامون بردن 9 و 11 تو امتیاز تفاوت در یک خطای امتیازی 9 برابر 11 افغانستان بتواند امتیازشان را با ترکمنستان برابر ساخته و این ست را از آن خود کند. رسول حیدری در پشت سرویس قرار دارد، ضربه کرد، سرویس خوب هم بود، توپگیری موفق از بازیکن ضرب با اسپایک جانانه از مرتب شانس در 6 ترکمنستان. دوستان قراری که ملاحظه میشه از نقاط قوت تیم ملی ترکمنستان توپگیری فوق‌العاده بازیکنان این تیم هست. هیچ ضربه سرویس و هیچ سرویس از سوی بازیکنان تیم ترکمنستان تخریب نمیشه و این یک نقطه قوت بسیار برجسته هست. ارسال به بیرون میدان سرویس امتیاز برای افغانستان 10-12 شد. باز هم 2 امتیاز تفاوت. بازیکنان تیم ملی کشور باید با تمرکز بهتر عمل بکنند تا اینکه در مواجهه و مقابله با یک تیم قدری که در رقابت‌های زون مرکز آسیا فعلا علمدار هست خوب بدرخشه. باز هم ضربه خوب از خط دوی میدان مهار نشدن شد. امتیاز سرویس برای ترکمنستان هست. شماره 6 این تیم پشت ضربه سرویس قرار دارد. حواله کرد، ضربه قدرتمند سرویس بود در نسبت خوب از عزیر احمد خود ملاحظه امتیاز آور شد برای افغانستان. ست دوم از بازی هست، امتیاز برابر هست. ست اول را افغانستان باخته است و این ست این احتمال که افغانستان با سماجت عمل بکند و ترکمنستان را شکست بدهد بالا هست و هر لحاظ دیده شود. امتیاز 13 و 11 هست. سبون وردک پشت ضربه سرویس قرار دارد. ارسال شد، سرویس خوبی بود اما توپگیری فوق‌العاده از بازیکن ترکمنستان و باز هم امتیاز آوری برای اینکه ترکمنستان بازیکنان ایدئال دارند و برای هر ملت آسیایی، جنوب آسیایی و آسیا مرکزی این یک آرزو هست که تیم مثل ترکمنستان تشکیل بدهد. البته تیم های موفق تر دیگر هم هند دارد، تیم موفق تر در راستای فوتبال بسا کشورهای دیگر آسیایی دارد که در این لیگ حضور ندارند، اما ترکمنستان فعلا علمدار و شهرت زن این رقابت هاست.
بازیکنان بلند بالا و خوشقامت ترکمنستان تا اکنون خوب درخشیدن، نشیدن ضربه فوق‌العاده در این لحظه از بازی. پاسور تیم ملی کشور باعث پاسور خوب را برای نشیدهای افغانستان تنظیم بکند بر رسول حیدری، بازیکنی که توپ را میخورد و میجود. امروز چی شده است رسول را؟ تمامی نواقص برمیگردد و توپگیری ناقص بازیکنان تیم ملی کشور و پاسهای ناجور. رساله به بیرون میدان سرویس امتیاز برای ترکمنستان 15 افغانستان 12. چند ضربه خارق‌العاده میتواند روحیه تیم ملی کشور را برگرداند، اما برای رسیدن به این خواسته باعث توپگیری موفق داشته باشد. ضربه این هم اسپاک از رسول حیدری و بیرون میدان از بیرون امتیاز برای افغانستان 13 و ترکمنستان 15. رسول حیدری بازیکنی که هم امتیازی بازی میکند هم ضربه‌ای. خود شاهد احمد بدون، ملا عزیر که در افغانستان شهرت بالایی دارد و در رقابت‌های بین افغانستانی عملکرد بی‌نظیر دارد، میتواند شوت‌های خوب حواله کند، اما برای این مطلب بایسته توپگیری موفق داشته باشند بازیکنان تیم ملی کشور و ضربات خوب انجام بدهد. در رقابت‌های داخل کشوری که سباون بردک در لیگ برتر کشور عملکرد فوق‌العاده داشت، اینجا همچنان باید با تکیه بر مهارت‌های خود عملکرد همچون داشته باشد. خود رسول حیدری از بازیکنان بی‌نظیر تیم ملی افغانستان هست، تکرار نشدنی همچنان و مهارت‌های تمام این بازیکنان وابسته به یک هماهنگی هست و آن هم توپگیری موفق و تنظیم پاس‌های مناسب. ضربه قدرتمند سرویس، دریافت خوب است عزیر احمد آصفی و خود رسول حیدری. شوت موفق و امتیاز آور برای افغانستان. اگر با این منوال ادامه دهند این ست را از آن خود خواهند کرد و در یک تعویضی تازه نفس سباون بردک به جای این بازیکن وارد میدان شد و هشدار داور رفت شد از توی مربی ایرانی الاصل تیم ملی افغانستان و امتیاز سرویس برای افغانستان. هارون نیکروز پشت صدر سرویس قرار دارد، صادر کرد توپگیری موفق از بازیکن سریلانکا ردی داشت و استفاده خوب سید حبیب از این فرصت. امتیاز 16 مسعود. آفرین با بازیکنان تیم ملی کشور. به نظر میرسد که روال بازی به نفع افغانستان برخواهد کرد، بلکه انشاءالله بتوانند این ست را از آن خود کنند. هارون نیکروز پشت خط سرویس، ضربه خوب سرویس اما به بیرون میدان. امتیاز برای ترکمنستان. دوستان بخش لایک بکنید تا اینکه امتیازش بالا بره. ارسال خوب سرویس، توپگیری مطلوب از بازیکنان ترکمنستان و به قسم امتیاز ارسال ساده که به خوبی جمع شد. باز تنظیم و سباون بردک از میانه دفاع امتیاز برای افغانستان. افغانستان 18 و ترکمنستان 17. آیا احتمال که این ست دوم را تیم ملی ما برنده شود امکانش هست و یا صادق هست این احتمال؟ بله، بازیکن‌های ما شما برنده شود. توپگیری موفق از بازیکن ترکمنستان، باز هم ضربه خوب، تماس و بلاک گرفته نشد، نبود هم امتیاز برای افغانستان 19 و ترکمنستان 17. انشالله که این ست را تیم ملی کشور و مسافت ترکمنستان پیروز شود. ارسال خوب سرویس، توپگیری موفق از بازیکن ترکمنستان و این هم اسپایکی که از روی بلاک مهار شد. با تنظیم و ارسال دورادور ساده با وسیله رسول حیدری جمع شد و فرصتی که برای سباون هست، باز هم جمع شد توپ خوبی و تنظیم. این هم ضربه دورادور که جمع شد با وسیله عادل شاه زاکری. باز تنظیم و ارسال ساده از سباون بردک در فضای خالی که جمع شد با این هم اسپایکی که جمع نشد. اما امتیاز برای ترکمنستان 18-19. افغانستان یک امتیاز جلو هست و این احتمال که افغانستان این ست را از آن خود کند وجود دارد. بازیکنان ترکمنستان تقریبا در تمامی پست‌های میدان رقابتی موفق هستند. سرویس خوب از این بازیکن، تنظیم پاس ملا عزیر، جمع شد این ضربه با وسیله بازیکن ترکمنستان به خوبی. ارسال ساده، باز دریافت از رسول و دوام از سید حبیب. ضربه فوق‌العاده و جانانه.
محشر بود سید حبیب. آفرین. افغانستان 20 و ترکمنستان 18 هست. در چنین منبر تیم ملی کشور میتواند در این ست بر ترکمنستان غلبه کند. ترکمنستان که بازیکن قدرتمندی دارد. دعا کنن که این ست افغانستان ببره تا اینکه از امتیازاتش حداقل کاسته نشه در طول رقابت‌ها و بتونه دوم یا سوم شود. این جریان ضربه فوق‌العاده است. اسپایکر شماره 6 ترکمنستان باز هم همین بازیکن جمع نشد. ضربه متمادی او. ارسال خوب سرویس. توپگیری ناموفق از رسول حیدری و ملا عزیر جمع شد از روی پلاک با وسیله بازیکن ترکمنستان. باز تنظیم و اینم ضربه که از روی پلاک برگشت کرد. ناموفق. امتیاز برای افغانستان. افغانستان 21 و ترکمنستان 19. ارسال خوب تنظیم و اینم ضربه ترکمنستان که جمع شد با وسیله رسول حیدری. تنظیم و اسپایک از عزیر احمد آصفی. محشر بود. ضربه عالی و فوق‌العاده از عزیر احمد. آفرین عزیر احمد. فرصت رو گرامی داشتین بازیکن. ضربه خوب کارید در میدان ترکمنستان. گفتم در اول متذکر شدم که اگر توپگیری بازیکنان تیم ملی کشور خوب شود روحیه آنها همچنان خوب خواهد شد و ما شوترهای موفق داریم اینجا. تشویق هم تیم های تیم ملی کشور در یک خط عالی هست. ارسال خوب سرویس. توپگیری پرچالش از بازیکنان ترکمنستان. ارسال دورادور ساده. دریافت خوب توپ. تنظیم پاس و سباگون وردک. 23 امتیاز برای افغانستان. عالی هست بچه ها. و با روال جاری از بازی این ست انشاءالله از آن افغانستان خواهد شد و بازیکنان تیم ملی کشور روحیه خوب بعد از خواهند آورد و ادامه این رقابت یک رقابت محشر خواهد شد و من به شدت منتظری هستم که در ست های بعدی جلو بکفانم اگر بازیکنان تیم ملی کشور عمل کرده این چنین داشته باشه. ضربه قدرتمند و بیرون میدان بود اما تماس با پلاک. امتیاز برای ترکمنستان 20 و افغانستان 23. افغانستان دو امتیاز تا پیروزی این ست فاصله دارد. خدا کنند که به خوبی بتونه از عهده این رقابت در این ست برای ارسال آرام و سنجیده توپ. تنظیم و اسپایک از عزیر احمد که جمع شد با وسیله بازیکنان ترکمنستان. ارسال ساده و میدان افغانستان. باز دریافت. تنظیم و دوباره خود عزیر احمد از روی پلاک برگشت دارد. امتیاز برای افغانستان تصویب شد. افغانستان 24 و ترکمنستان 20. دوباره خاص خط میانی میدان. فاول از روی داور اصلی رقابت. عزیر احمد آصفی در خط سرویس هست. اگر اختلالاتی پیش میاد معذور بدارین و ما فعلا تا در خاک خودمان نیستم. تلاش کردم که خودمان برسانم در بنگلادش اما به دلیل مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان به وجود آمد اجازه عبور از خاک پاکستان به من داده نشد. خب به هر حال یک پیش آمد است که زیر سر سیاست هست و سیاست یک پدیده منفور هست که تمام برنامه توده ها را خراب میکنه. سیاست های مثبت همچنان داریم. سیاست گذاری نیک که سرنوشت ملت های رو به این کشورهای مثل افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیایی را میتونه دگرگون بکنه. مثلا ژاپن و سریلانکا بسازه، اما سریلانکا با نظر سنگاپور. اما حکومت داری هایی که سیاست های ناپخته داره تحت تاثیر دخالت های غرب زمین، سرنوشت ما همچنین هست. یا کیفیت اینترنت خراب میشه یا در ملکیت مردم مزاحمت میشه برای ما. امو برق خاموش کن. امو برق روبرو. امو روبرو. تشکر. این مشکلات وجود داره دیگه. ما راجعه که در توانم باشه اینا رو تنظیم میکنم به هر لحاظ. ارسال سنجیده سرویس. توپگیری ناموفق از بازیکنان ترکمنستان. به نظر میاد بازیکنان ترکمنستان در یک کاستی روحی قرار گرفته فعلا. تنظیم از ارسال ساده از رسول حیدری. تنظیم پاس. این هم اسپایکی که جانانه بود از سوی بازیکنان ترکمنستان جمع نشد با وسیله
عادل شاه زاکری عملکرد مطلوب داشت. آفرین. و بعد از یک وقفه خدا کنه که روحی بازیکن تیم ملی کشور دوباره پابرجا باشه. دریافت خوب توپ ردی داشت از عادل شاه زاکری. باز تنظیم از بازیکن ترکمنستان ردی دارد در فضای خالی میدان. امتیاز داده برای ترکمنستان 22 افغانستان 24. سباون وردک با نگاه پر از انتظار به عادل شاه زاکری که چرا توپ را رد کرده است. عادل شاه زاکری یک حرکت خود محورانه داشت. در این لحظه میخواست امتیاز 25 را به تنهایی حاصل کند. یک حرکت کاذب بود به هر لحاظ. این همی حرکت میتونه که انرژی بازیکن‌های تیم ملی کشور خراب بکنه. تنظیم پاس و رسول حیدری 25 امتیاز برای افغانستان. نه دوستان، یک امتیاز در طی سلسله جلسات سیتیزی که داشت از افغانستان کم کرده بود و ما متوجه نشدیم. افغانستان 24 هست فعلا، ترکمنستان 23. برای تماشای دو سیت بعدی این رقابت جذاب سر بزنید به آرشیف ویدیوهای پخش جریانی یا بخش ویدیوهای زنده‌ای که در این کانال ذخیره شده است. موفق باشین.